فساد در حد اکثر متصور بود، به نحوی که من به عنوان خب رئیس بازرسی دیدم اگه قرار باشد که به تمام چپ‌خواب‌ولگری ها رسیدگی بکنم باید اقلا 10,000 پرسنل داشته باشم که اینا هم دائما فعال باشند. اومدیم یه رقمی گذاشتیم، گفتیم از 100 میلیون تومان به بالا هر کی چپ‌خوابول کردین رسیدگی کنید. تازه همین 3750 مورد تا پیروزی انقلاب در بازرسی شاهنشاهی موجود بود. حالا من اطلاعی ندارم، من اجازه داشتم بپرسم.